سلام خدمت دوستان عزیزم. امروز میخوام در مورد قهر کردن، یه نوع اختلال شخصیتی و نوع بیماری روانی صحبت کنیم. کسانی که زیاد قهر میکنن افرادی هستند که تصور میکنن بهترین کار رو برای تسلط روی افراد دیگه دارن و میتونن آنها رو تحت کنترل در بیارن. البته این شیوه برخورد خودخواهانه است، چون بدین ترتیب فرصت حرف زدن رو از طرف مقابل هم سلب میکنه. قهر کردن یه نوع اختلال شخصیتی نابالغ است که ممکن است ریشه در کودکی فرد داشته باشه. قهر حاصل خشم افراد درونگرا، کم جرأت و پرخاشگر و خجالتی و پرتوقع باشه. این افراد به دلیل عدم بلوغ شخصیت در ابراز احساساتشون ناتوان هستند. قهر رفتاری برای بیان اعتراض است. مهمترین نکته اینه که نباید به آنها برای قهرشون جایزه داد. موفق باشید.